سلام علیکم، خوش آمدین برادران عزیز. خوش آمدین برادران. برادران غریب، من اما خواهرک ولیدم آسیا بانو که امی اکای ما در سایت خود ویدیو ما رو گذاشته بودن. همه شما قریب ما رو میشناسین. سلام، ساز خوبه؟ الحمدلله. سازن شما برادر عزیز، سلامتیتان خوب؟ فهمیدم که چندین نفر رو ما رو سراغ کردین و خواستین که با شما هم صحبت کنیم. اولین بار همه شما برادران غریب من، مهربان من، میندار هستم که ما رو دستگیری میکنین. مقصد ویدیو ما رو دیده دستگیری کرده استودین در کانال اکای پرویز. مرحمت کدومی که سوال داشتن انشالله که جواب میتیم و خواهش میکنیم که 7 نفرین لایک رو گذارین تا دیگر دوستان و دیگر خواهر و برادران برگردن. خوش آمدین. بعد یه چی دیگر رو گفتنی هم برادران مهربان من که علیکم السلام. من باز سایت خود رو دارم با نام آسیا بانو. میتونین که در کانال من هم در آمده ابونه شوین و ویدیو بهترین برای شما من پیشنهاد میکنم. من دوشنبه ام برادر جان، من در دوشنبه زندگی میکنم. من در مسکو بودم دوشنبه آمدگیم. علیکم سلام برادر جان، خوش آمدین همتون، زنده باشین. تشکر زیاد برای لایکاتون، برای دستگیریتون. برادر جان یگان سوال داشته باشین مرحمت. و باز میگم که در تای کامنت سایت ما ریپیت کرده می شود. میتوانید که در این سایت ما دم ابونه شوین به نام آسیا بانو. ویدیو نو به نو بهترین برای شما پیشنهاد میکنم. دوستان عزیز، همین خواهرک ولید خود را یک دستگیری کنین و ما از همه شما میندار هستم که همین مرا دستگیری میکنین و ویدیو مرا اکای پرویز در سایت خود، در چیزای خود میپرتاین. شما مرا دستگیری میکنین. از همه شما من میندارم، از زمین تا آسمان. خداوند هیچ وقت خاری زوری نبینید. میندارم اکای پرویزم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سلام به همه برادرانی که سلام میتین. علیکم سلام. علیکم سلام برادر جان. اکای حاجی سایت خود را به من دادم به خاطر که بسیار نفر رو مرا سراغ کردن. اکای حاجی هم در همه جا، اکای حاجی علاجش باشد براین با برادران هم صحبت کنین. شما را سراغ دارن، در همه جا هستن و میکنن. امین گفتن که چندی نفر ما را سراغ کردن و خواستن که از احوال ما پرسان شوند. در تای کامنتاری ها ما شنیدیم همین چیزا را، به همین خاطر ما افیر کردیم. اکای پرویز اگر همه جا باشی سایت ما را هم گذارین در همین وایز ریپیت کنین تا برادرها در آمده مرا دستگیری کنین. برادرای عزیز، من به خودم سایت کشودگی هستم به نام آسیا بانو. ویدیوی نو به نو ویدیوی خودم هم سعی میتونین که در آمده دستگیری کنین از برای الله. من اگر همین ویدیو مقصد سایت ما با پول کار کنی درایت، من یک قسم خوردگیم، لیکن برای همین قسم خورده من یاردم شما برادر در کاره، دستگیری شما برادران مهربانم در کاره که شما دستگیری کنین. همین کانال من با پول کار کنی با همین چی درایت، من همین اولین باشه به یگان بیچاره، به یگان معیوب، به یگان چی یاردم خود را رسونم تا که خودم معیوبم
درد معیوب رو میدونم، برای که تا حال عذاب کشیده ایستادم. از وقتی که من به تاجیکستان اومدم، باور کنیم برادر جانم، من تا حال تب و بد نگرفتم. خیلی من دقیقین بود. امروز به بیمارخانه رفتم، به اکای پرویز گفت نوار کن تو برادرها سراغ دارن. راستی خیلی چی گست که دارم، نتونستم نوار کرده. به تاکسی رفتم، نتونستم نوار کرده. امروز رفتم، گفتن که همون چی داشته، گریجه داشته، چی داشته، همون کلانش دسته، به همین خاطر پوچوی تر غم دسته. پوچوی من گرمی را حس نمیکنه برادر جانم. در مسکو بودم، همون از سالی که مسکو آمدم دیگه چنی نگرفتم، شرایطم نیست. راستی گپ من ای همه شما برادران غریب خیلی منت دارم که همین مای خواهر مایتون شما دستگیری میکنین. سال گذشته هم دستگیری کرده بودین و این سال هم دستگیری کرده. خیلی منت دارم. خدا میگم یگان نفر را معیوب نکنه، یگان نفر سرخم هیچ کس نکنه. کاش خدا من مرا شفای کامل و جلم نصیب میکرد که من پیش یگان کس سرخمی نمیکردم. کاش برادر من صحت میشد، من پیش یگان کس سرخمی نمیکردم. افسوس که در خانه ما برادر جنون چوری اینولیدم، به خودم چوری اینولیدم. خیلی نمورای من در همین اکای پرویز هسته، میتونید تماشا کنید در کانال خدمه میمونم، میتونید تماشا کنید در کانال آسیا بونو. اکای پرویز همینجا باشی کانال ما دوران تماشا کنن. یگون سوال داشته باشین مرحمت بخشش که گپ رو زیاد کردم. همین طریق سبشنه شما رو بخونم. علیکم سلام، خوب هستم برادر جان، مینه دارم. سلام علیکم سلام ای دوشنبه من. علیکم سلام برادر. ای پایین پیدینستو طرف دمای قیراقو میگن اهم جای من. علیکم سلام برادر جان. ای پایین پیدینستوتون برادر طرف پارک نمایکو همو جای داریم. علیکم سلام اکای حجه همی جای هنوز میدروین. سلام علیکم سلام برادر جانی من. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. رحمت کلام برای لایک موندگیتان برادر مهربانم. رحمت کلام الله شما را هم در غریبی نگهبان شود و این وبای این چیزایی که آمدن دور گردونتونه. الحمدلله سازم برادر جان، شکرانه خدا به دعای شما خوبم برادر جان عزیز. حاجی از میدروین اکای پرویز. خواهر بگو واتساپ تا جواب نمیده. کی ده واتساپ حاجی بگو ده واتساپ جواب نمیده. نمیدونم خیر از ممکن جواب تیانتونه. نام کانال مکاجانی ما آسیا بونو هسته. به حرفای کلان آسیا، به حرفای کلان آسیا میکنین، کم تر دور میکنین، بونو میکنین، میبرویه کانالی ما. اکای پرویز همیجا باشه کانالی ما را بمون اکا جان. در وای زکریپید میکنم برادر جان، در پایین کامنتر زکریپید میکنم. علیکم سلام رحمت کلام آمین. خداوند دعای شما برادران غریب را مستجاب گرداند و اهل و بیت خانواده ما را خداوند شفا ده. به آن نفرانی که بیمارم به مثل من دعا میکنم آنها را هم شفا دهند. خداوند همین دعای من معیوب رو مستجاب گردان که برادران غریب من به وطن برگرده، به نزد پدر و مادر، به نزد خیش و تبار و از این کسالیایی که اومده شما را خداوند دور گردانه، سوق سلامه به وطن برگرده. با میگم که آسیا بونوه به حرفای کلان.
رحمت کلان خیلی آخه اکا جان میگن گریه نکن نمیتونم اکا جان به خدا چخه گم همه آدمی درمان چخه یک علم داره یک درد داره یک خیلی خداوند شکر میکنم که به یاردم شما برادران غریبم به یاردم شما بهترین برادران عزیزم من به مسکو رفتم لیچنی کردم به همه دستگیری شما بود چه یک کس نمیپرسه که تو چی حال داری تنها مرا برادران غریب میپرسه که خواهرم چی حال داری چی کم بتیده چی یاردمت کنیم زنده باشین شما نباشین ما خور میشین آمین تشکر زیاد برادر جانی من انمی برادر عزیز که نویستگیم به حرفای کلان نمیخه آسیابونو میکنین میبرویه زنده باشین علیکم سلام برادر جان علیکم سلام برکت جان نمیدونم اکه حاجی میگن گروپ چی شد اگر همیجا باشین جواب شون تیه آسیابونو به حرفای کلان اکه جان کسانی که همیجا در کلوچ دارن خواهش میکنه مونه همی اکامو به حرفای کلان همی آسیابونو نویستگین انمی کانال مایه شکرانه الله خوبم خواهر جان خیلی نمیشه با خیزق نشده نمیشه من در تاجیکستانم در تاجیکستانم در مسکو بودم پیش ای کامنتاری ای که استغفر پیش ای کرانتین آمدم علیکم سلام خوش آمدین بله سلام خواهر خدا هستین رحمت کلان اکا جان بله در کانال ما بنا شوین بهترین میشه با اکا جانو رحمت اکا جان آمین خیلی که زیق نشده هم نمیشه خیلی کم کم زیق میشیم با خیلی شما هستین مخصوصا مایجیت خواستم با برادران غریب از صحبتی داشته باشم ولی انشالله با کانال خودم افیر میکنم میتونین که دروین هم صحبت شوین زنده باشین که در کانال یکای پرویز ویدیوی مرا تماشا کرده مرا دستگیری کردیستم باور کنید اثبات کامنتری شما رو خونده نکرده استم رحمت کلان داده برای کانال مرا موندن تون زنده باشین برادرو هیچی شیشتم همجا خواستم با برادران غریبی از صحبت داشته باشم نمره کارت و نمره واتساپ موزی من میگم اکای پرویز اگر همینجا باشی بگو که من همینجایم همونجا نمره تلفنی من در کانال من هسته میتونین که دروین بگیرین برادرها واتساپ من هسته اگر کسانی که یاردم کردنی باشن میتونن در واتساپ من مراجعت کنن من کارت خودم رو روی میکنم میتونن که سهم خود رو گذارن اگر که نتونن وقت در حق من دعا کنم برادرم من مجبور هستم یگان خواهر مسلمان نمیخواد که در پیش برادرای در پیش خیلی گویم همه انسانی که درد داشته باشه خودش درد میکنه برادرم و دعا میکنم که یگان برادری ما درد و غم نبینن یگان عذاب رو نبینن فقط من دعا گویم که خیلی سخته خیلی مشکله های به غرضی برادران غریب هیچ که به درد ما نمیرسه فقط او سالم بود من زورا کردم
او سالم بود ما هم خیلی فرق میکردم. برادرای غریب یادم همین برادرای غریب بود که در مسکو برداشتن، همین بلوگرا بود که مرا در مسکو برداشتن. حالا رحمت کلام میگم به همه بلوگرانی که ویدیوی مرا پرت افتاد در یوتیوب تا این برادرای غریب دیدن و مرا یردم کردن. اگر شما نمیبودین، شما یردم نمیکردین، حالا من نه گپ زده میتونستم نه گشته میتونستم. من 10 سال راه نبود که بجاگاه خواب بودم. من تماما گشته نمیتونستم. یک خدا میشدم در آیله میشدم آسان بود. 3 نفر دیگه یکا جونو خواهر جونو اپا جونو باور نکنین نکه پرویز قطعی هم صحبت شوی. نکه پرویز میدونم ما قطعی نکه پرویز همچون خواهر شدگی حالی مرا میدونه که پرویز زنده باشین شما برادرای غریب. خداوند ساق و سلامت شما را به وطن برگردونه که شما همه خیلی پیش ما درد ما میباره. شما میفهمین. فقط در همه یوتیوب در همه سایت ها میبینیم بسیار آدم های اردم که دستن آدم های خیرخواه گوشت که آدم های ثروتمند آدم های و یک تشت نمیبیا احوال خانه ما خبر نمیگیره نمیگه که تو چی حال داری. فقط بخشش این فیر چسبید. همه قدر صاحب کار و همه قدر چیوه در یوتیوب میبینه یک تا اول نمیگه که تو چی حال داری، نمیزنه نمیپرسه. خداوند هیچ کاره محتاجی هیچ کس نکنه، هیچ کس سر خم نکنه. برادر جون من در تاجیکستانم بدم آمدم. اکا جون از من خواهر جون من در همه یوتیوب میتونن که و برا بگو که افیر کدی سای بگو میتونن که همین کانال ما درایم که در نمیروی ما زن زنه. خواهر جون ما چی میکنم همش همه فهمونم تا خواهر جون یک بله همین آدمایی که هستن میدونن به شما جواب میگردن. شکرانه الله مهربان. سلام علیکم. سلام. اینه برادر عزیز ما در رقمای کارت ما رقمای تلفن واتساپ ما میتونین که به همین واتساپ بعد افیر با ما هم صحبت شوین. همش رو با شما با نشون میتیم. به قولی که دکرات میگن به قول اروسا دکزاتون میکنم که در حقیقت ما اینوالید هستم. این دروغ نیست. یه خیلی آدم میگن تو دروغ میکنی. نه والله قسم. زنده باشه اکای پرویز. این اکای پرویز اومدن میتونین که پرسان شهی نبا اکای پرویز نمره فیلمو چسبیده است برادر حساب اینترنت برادر جانم. خیلی کزیق نشده نمیشه. تشکر زیاد برای دستگیریتون. خداوند شفای رحمت کلام برای دعای بهترین تو برادران. همین نمره کارت من این آوزی اکای پرویز موندگی 4776 آخرش میتونین که نمره واتساپی ما در مراجعت کنین 907 08 75 54. این نمره واتساپی ما
میتونیم مراجعت کنیم با ما. همی کارتایی که موندگی که پرویز ام کارتای ما با اینا با ما شما در با اثر برای باوریتون روی میکنم. برادرها از برای الله در باور کنیم اثبات خواندن کامنتری شما را نکردستم. برادرها از برای الله در همی کانال ما را ابونه شوین یا دستگیری کنین. همی کم ترک پیشروی شوم. مدام میخوام که به مثل شما و نه تو که من مقصد به نزد شما آبی چشم کنیم که برادرم مرا یاردم کنیم، برادرم مرا دستگیری کنه. فقط مرا برادرو فهمیده ایستادن، یگان نفر دیگه مرا نمیفهمه. مقصد یک کسی نیست. اینا همین قدر مقصد ویو میبینی، تاجیرو میبینی، همین قدر در یوتیوب در همه جا میبینی یاردم کرده سن. یک تاش نمیبیو از حال من با خبر نمیشه که خواهر من چی حال داره. با یاردم شما برادرو خونهمون کمی به ریموند در کار بود، ریموند کردین، خورد و خوراکی ما رو تعمیر کردین. شما زنده باشین. شما هستین که ما را میفهمین. همین قدر آدم ها را میبینی که خانه و درد و ایستادن. همین قدر آدم ها میبینی که یاردم کرده ایستادن. یک تش نمیبینه میگه که خواهر ما چی حال داری. هر کسی که زنگ میزنه تنها غریبه هم خواهر چی حال داری. ما خرسند میشیم که یک تاجیر، یک خیرخواه از تاجیکستان میبینه ما را میبرداره که نه این حاجی شرف میگن یک برادر خیرخواه است. چندین روزایی که من رقم های امو را پیدا کنم میگم در چندین کانال ها نویستم، کامنتری ده جوابم نمیتیم. یک مش دوی مش که یک نمره دادن، واتساپ داشت، صحبت کردم، صحبتی مرا من نمیکنن. اگر همین افیری ما سخرانی شوه صدای مرا شنون، التماس همون برادرم حاجی شرف یک بار از در خانه ما دروین. ما هم مجبور شدیم که مقصد به شما مراجعت میکنیم. ما تا که وقت به زورمون به همه غریبا میرسه. غریبا ما را یاردم، آخه تا که غریبا یاردم کنن؟ غریبا هم خودشون هم زندگی دارن، درد دارن، رنج دارن، پدر و مادر دارن. این رو نگاه نکرده به ما یاردم میکنن و ما رو دستگیری میکنن. خودشون نمیخورن در همین کرانتینه، در همین خونگی که چقدر میتای با ما رو یاردم کرده ایستادن. باور کنیم برادر، قسم به الله من شرم میدارم. یکی آدم میگه که خانه و در ایره بین شرم نکرده با مراجعت میکنه. آخه خانه و در من این مردمی که مرا همین گپ هم میگن، این مردم خانه و در من ای حساب شما برادر، ای حساب برادران، نه ای حساب ما. من یک مرد، من خودم یک درمان باشم خه میگم ها من یک لیچینی میکنم خه خانه و در من لیچینی میکنم. نه برادر، والله قسم در خانه ما 4 مایو بر برادر مای، خودم مادر مای، دادر مای کدام مویت هم لیچینی که با پول پنسه خورد و خوراک خرم، با پول پنسه ریمون کنم، با پول پنسه اوچه من لیچینی کنم، خود من لیچینی کنم یا که در من لیچینی کنم که برادر من زود کسل میشه، کسل قند یا کنستیپن. ای همه وزمین ترینه که همه تون میدونه که کسل قند چی خیلی. اگر هم برادر من اصلا بیمور نمیشی من هیچ وقت هیچ کس ده مراجعت هم نمیکردم. همین سالی که برادر من صحت بود، سلامت بود، به یک کس من سرخمی نکرده بودم. نه که زندگی مجبورم کرد که به نزد شما برادران خیلی سرخمی کردیستم، آبی چشم کردیستم که مرا یاردم کنی، مرا دستگیری کنی. والله قسم میخورم برادران، ای اومدگیم نه سال شد من مسکو اومدگیم، من تماما لیچینی کردگی نیستم. تماما لیچینی کردگی نیستم. حوضی که پوچه من یخ کردگی دکتر رفتم نمو درنی اپرات ندارن چی میدارن اونجا در آمدم میگن گریجت کلان شده است. باید تبابت که تبابت یک قیمتی باید بالنسه خوره گفته سی. از شرایط نبوده که چی کار کنیم برادرو. آخه همین نفرانی که مرا میشنوین صاحب کارا التماس میکنم یک بار احوال من خبر گیرین. همین قدر آدمایی که یاردم میکنن در یوتیوب میبینه، در سایت های دیگر رو میبینه، برای الله بین یک بار ایدر ما دروین. تا که وقت برادرای مرا غریب مرا میپرسن، مرا برادرای غریب برداشته استم.
خیلی من آدمایی که اسپید نمیکنم خواندن در که پرویز و ای دادرکی که هسته خواهش میکنیم به جای ما جوابشون چین. من خواستم درد دل خود ما بگم برای که بسیار آدما میگن که چیه ای چیه. نه من گفتم تون فقط میگم زنده باشین شما برادرای غریب، زنده باشین. همه شما نباشه ما هیچی، فقط شما هستین، شما ما را میبردارین. برادر از برای الله همین کانال ما را دستگیری کنیم بهترین میشه. نمره کارت من همه جا هست پجانو اکای پرویز مونده ایستادن. التماس بعد ایمده زنگ زنین در افیر ما برداشته نمیتونم. بعد افیر نمره کارت من اکای پرویز موندگی اکا جان یک بار دیگه مونه التماس همین نمره کارت مرا بجان افتتان ای ادمین من نمیدونم میکنم. بعد افیر زنگ زنه من سوالای شما را جواب میتیم. سلام در یوتیوب گپ زن کانال من اکای پرویز موندگیان اسیا بانو نسیوکش هم موندن میتونین که دستگیری کنیم. بعد افیر برادر بعد افیر ما در زنگ سریمو زنگ دستیم. بعد افیر زنگ زنه نگون سوال داشته باشین مرامت. اگر که من کدام سوالتون جواب داده نتونستم اکای پرویز بای برادر عزیز میتونم به جای ما جواب تیان. میتونین ویدیو مرا از کانال اکای پرویز همین کانال در اومده تماشا کنین بفهمین که من چگونه بیمار هستم چگونه معیوب هستم. مرامت بو باش من خودم بو روی میکنم در واتساپ ما نویسیم. بعد افیر بو من باش ما روی میکنم که چگونه معیوب هستم. بو میگم برادر جان عزیز به خدا قسم این چیزی که شما میبینین دروغ نیست. در حقیقت مرا زندگی مجبور کرده که پیش شما سرخمی کنم و شما را زوره کنم که مرا یاردم کنین. نمیشود چوب یک نفر نمی شما یک خواهش دارم برادر کسانی که همو حاجی شرف و سه آدمی که با آدما یاردم کرده استند تاجیرا همو را کدامی که میدونه هر سه همو یک تا همو را اگر رقمشون پیدا کردن از شما خواهش کرده میشه که به من روان کنه. من میخوام یک بار قطعی همو صحبت شوم. میخوام یک بار مرا دستگیری کنم. در عالم در سه خانگاه 5 عالم زندگی میکنیم. خیلی مشکلش میفهمیم برادر. کسانی که درد داشته باشم باز میگو بد میفهمم. لیکن با رحمت که برادرای غریب شما مرا میفهمین، شما مرا میبردارین، شما مرا دستگیری میکنین. التماس یگان گپ قبیح نگین. از برای الله یگان گپ قبیح یگان تد نگین. خواهش میکنیم برادرای عزیز. برادرای عزیز من میتونم که دیرتر به شما باز افیر کنم. من انشالله که هم نماز من میخونم در حق شما برادرای مهربانم دعا میکنم. شما هم دعاگو باشین. انشالله بدتر بعد از نماز باز افیر میکنیم. تا اون وقت سوالای خودتون جمع کنین جواب میگردانم. انشالله که در پناه الله باشین. خداوند یار و مددگارتون باشه. با یک چند قپس با شما رو با شما افیر میکنیم صحبت میکنیم. کسانی که گپای قبیح میگن، کسانی که من در باور نمیکنین، کسانی که چی میکنین مرحمت دروین در همین کانال اکای پرویز تماشا کنین. در همین کانال یا که دروین در کانال آسیا بانو تماشا کنین که چگونه هستم. از گپای گفتگیتون پشیمون میشین. خب پناهتان به الله. برادران مهربان با دیرتر باز افیر میکنم با شما هم صحبت میشه.